اگه یادتون باشه قبلا راجع به کریگ پرایس جوان‌ترین قاتل سریالی آمریکا با هم دیگه صحبت کرده بودیم، ولی امروز میخوایم راجع به جوان‌ترین قاتل سریالی دنیا با هم دیگه صحبت کنیم. اگه میخواین با زندگی این شخص آشنا بشین، پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو همراه من باشید. آمارجیت سادا تو سال 1998 در ایالت بیهار هندوستان چشم به جهان گشود. خانواده‌اش به شدت فقیر بودن و پدر خانواده به خاطر اینکه بتونه شکم آمارجیت و همسرش رو پر کنه از صبح تا شب کار انجام میداد. کارش هم عموما کار یدی و کارگری بوده و حقوق چندانی هم دریافت نمی‌کرده. اون موقع‌ها تو هندوستان اینطور باب بوده که خیلی بچه به دنیا می آوردن. اما چون این خانواده خیلی فقیر بودن نتونسته بودن بیشتر از یه بچه به دنیا بیارن تا اینکه آمارجیت 6 ساله میشه و پدر خانواده برمیگرده بهشون میگه اصلا جمع کنیم بریم روستای خانوادگیمون، اونجا همه فامیلن و به منم بیشتر کار میدن، اینطوری میتونیم بچه‌های بیشتری هم دنیا بیاریم و زندگی بهتری هم داشته باشیم. اینطور میشه که تو سن 6 سالگی آمارجیت خانواده به روستای مشاری نقل مکان میکنن. این روستای خانوادگی هم از قضا تو همون ایالت بیهار قرار داشت. بیش از 80% افراد این روستا با هم دیگه نسبت خونی داشتن و فامیل بودن، حالا فامیل دور، فامیل نزدیک، و در واقع طایفه‌ای زندگی میکردن، طایفه‌ای با نام خانوادگی سادا. همه اونجا فقیرن و وضعیت زندگی اونجا به شدت بده. ولی خب وقتی همه آدم‌هایی که دور و برت زندگی میکنن توی یه سطح باشن، اون طبیعت کمالگرای انسان هم یه جورای خاموش میشه و زیاد شرایط بهش سخت نمیگذره. شرایط این روستا هم به این صورت بوده که عموما بچه‌ها به مدرسه نمیرفتن و صبح خروسخون تا بوق سگ میریختن تو کوچه و خیابون، با هم دیگه بازی میکردن و تو سر و کله هم میکوبیدن. همه چی طبق روال پیش میرفته تا سال 2007 که یک دختر بچه 6 ساله‌ای که تو همین خیابون‌ها بازی میکرده یهویی ناپدید میشه. حالا اون دختر بچه کوچولو کی بوده؟ دختر عموی مادری آمارجیت. حالا وقتی خبر گم شدن این دختر بچه 6 ساله تو روستا پخش میشه، خانواده چیکار میکنن؟ عملاً هیچی. چون این دختر بچه‌م جزو خانواده سادا بوده و این یه مسئله خانوادگی پیش می اومد و اونا رسم داشتن که مسائل خانوادگی رو نباید بزرگ جلوه داد و نباید به پلیس خبر داد، حتی اگه اون بچه قرار باشه بمیره. و اینطوری بودن که میگفتن خودمون یه جوری حلش میکنیم. خلاص اینکه این قضیه گم شدن بچه رو فراموش میکنن تا اینکه مادر آمارجیت صاحب یک دختر میشه. وقتی این دختر بچه 6 ماهش میشه، یه جورایی انگار 8 ماهی از اون قضیه گم شدن دخترعموش میگذشته. یکی از همین روزا که مامان آمارجیت رفته بود بیرون کاراشو انجام بده، خریداشو بکنه، برمیگرده خونه و میبینه آمارجیت تنها رو زمین نشسته. بهش میگه خب بچه کجاست؟ آمارجیت فقط یه لبخند خیلی گنده تحویلش میده. با خواهر آمارجیت این میشه دومین بچه‌ای که طی 8 ماه تو این روستا ناپدید شده بودن. حالا به نظر شما این ناپدید شدن ها زیر سر کی میتونسته باشه؟ بله، درست حدس زدین، زیر سر آمارجیت. وقتی که اون دخترمو گم شده بود آمارجیت فقط 7 سالش بود و حالا که خواهرش گم شده بود 8 ساله شده بود. و قسمت عجیب ماجرا این بود که خانواده خودش از این مسئله باخبر بودن. در واقع کل خاندان سادا از این مسئله باخبر بودن که این ناپدید شدن ها زیر سر آمارجیته. اما مسئله خانوادگی رو دست کم نگیرین، چون که اونا امکان نداشت این بچه رو به پلیس تحویل بدن. مثل اینکه همون روز که دختر بچه 6 ساله ناپدید شده بود، آمارجیت خیلی خوش و خرم میاد سراغ مامان باباش و میگه من اونو به خارج روستا بردم و شروع کردم به خفه کردنش، ولی اون مدام تقلا میکرد. به این نکته توجه کنین که اون دختر بچه 6 سالش بوده و آمارجیت 7 ساله و یه جوره میشه گفت قدرت بدنیشون توی یه لول بوده، بنابراین اون دختره میتونسته تقلا کنه. همین کار رو هم کرده بوده، ولی آمارجیت دست بردار نبود. انقدر به گردنش فشار میاره که به گفته خودش نفسهای اون دختر منقطع میشه. وقتی نزدیک بوده که
نفسهای دختر قطع بشه آمارجید دستش رو رها میکنه و اون دختر شروع میکنه به سرفه کردن و نفسهاش از دوباره ریتم عادی به خودش میگیره. ولی آمارجید داشته توی این موقع یه سنگ بزرگ پیدا میکرده و برمیگشته سمت این دختر بچه و انقدر با این سنگ به سر اون دختر ضربه میزنه تا مطمئن شه که اون مرده. واکنش خانواده‌اش این بود که نذارن آمارجید دست پلیس بیفته و اصلا نذارن این قضیه ناپدید شدن به گوش پلیس ها برسه و فقط اینجوری بودن که پسرم زشته دیگه از این کارا نکنی. اونم گفت اوکی دیگه از این کارا نمیکنم. همین. یعنی بهای به قتل رسوندن یه بچه دیگه فقط این بوده که بهش گفتن این کار زشته و نباید انجامش بدیم. حالا اومدیم و دوتا هم مشت به پهلوهاش زدن. این چه تأثیری داره؟ آیا اون دختر برمیگرده؟ آیا این پسر از کاری که کرده منصرف میشه؟ معلومه که نه. حالا بریم سر وقت خواهر 6 ماهه آمارجید. اون روز مثل این که آمارجید از خواب بیدار میشه و مامانش میگه من یه سر میرم خرید و بچه 6 ماهه رو میسپره دست پسر 8 ساله‌ای که قبلا مرتکب قتل شده. ولی خب این خواهرش بوده، شاید قضیه فرق میکرده، شاید آمارجید نسبت به خواهرش احساس خوبی داشته باشه. اما زهی خیال باطل. همین که مامانش پاشو میذاره بیرون و میره، آمارجید این بچه کوچولو رو بر میداره و میبره دقیقاً خارج روستا، همون جایی که دختر اول رو به قتل رسونده بود و این سری هم دست میندازه دور گردن بچه و شروع میکنه به خفه کردنش. ولی این بار این بچه 6 ماهه اصلا زوری نداشته که تقلا کنه. بنابراین آمارجید زیاد نمیتونه لذت ببره از این قضیه و یه جورای حوصله‌اش سر میره و خیلی سریع سنگ بر میداره، انقدر به سر این بچه میزنه تا این هم بمیره. دقیقاً شبیه قتل اول رفتار میکنه. بعدش هم برمیگرده خونه و وقتی مامانش میرسه تمام این قضایا رو مو به مو تعریف کنه. تمام چیزایی که من میگم از دهن خود آمارجید در اومده بوده. باز هم مسائل خانوادگی باعث میشه که رو قتل دوم آمارجید هم سرپوش بذارن و این پسر بچه شر رو به پلیس ها معرفی نکنن. اما قتل فقط یکی از خصوصیات بد آمارجید بود. اون مدام تو کوچه خیابون با بچه‌ها دعوا میکرد، اونها رو کتک میزد، بهشون فحش میداد و حتی از بقیه دزدی هم میکرد و رو همه این ویژگی های بد، رو همه این خصوصیات بد سرپوش میذاشتن، چون اون یکی از اعضای خانواده سادا بود. اوضاع مجددا برمیگرده به روال طبیعی خودش تا اینکه یه مادر دختر بچه 6 ماهشو میذاره تو یکی از این مهد کودکای همون روزا. وقتی بهتون میگم مهد کودک فکر نکنین که یه مهد کودک لاکچری رو دارم میگم، صرفا یه خونه قدیمی و داغون رو در نظر بگیرین که چند تا خانوم هم هستن اونجا از بچه‌ها نگهداری میکنن و در ازاش پول دریافت میکنن. این مادرم نور چشمش رو میذاره تو یکی از همین خونه ها و میگه مراقب بچهش باشن تا اون بره سر کار و برگرده. وقتی برمیگرده میبینه بچهش نیست. هرچند پرسجو میکنه همه میگن اصلا ما ندیدیم چی شده، نمیدونیم چطوری رفته. ولی خب بچه 6 ماهه که خودش نمیتونه پاشه بره، قطعا یکی برداشتتش و بردتش بیرون. اما هیچ کس از این بچه با خبر نبود. انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین. مامانش وقتی این وضعیت رو میبینه شروع میکنه به جیغ و داد و گریه کردن. میره از تک تک اهالی روستا میپرسه که کسی کشبو رو دیده یا نه، اما هیچ کس خبری نداشت. وقتی مامان این دختر بچه از پا میفته به پلیس زنگ میزنه و میگه کشبوی 6 ماهه من گم شده. پلیس ها خیلی سریع خودشون رو میرسونن و اونها هم مجددا شروع میکنن به پرسجو از تک تک اهالی روستا. تو این بین پلیس ها با یه مردی برخورد میکنن که از قضا جزو خانواده سادا بوده و اون مرد انگشت اشارش رو میبره سمت بچه‌ای که بین یه عالمه بچه مشغول بازی بوده و به پلیس ها میگه که فکر کنم اون بچه بدون کشبو کجاست و میذاره میره. پلیس ها اون پسر بچه رو از بین جمعیت میکشه بیرون و اون شخص کسی نبوده جز آمارجید. بهش میگن میدونی کشبو کجاست؟ میگه آره.
میگن خب کجاست، کی بردتش؟ پلیس ها هر لحظه این امکان رو میدادن که این پسر بچه بگه من دیدم یه مردی این بچه رو برداشت برد، من دیدم یه خانومی این بچه رو برداشت برد و خب برن دنبال مشخصات اون فردی که از دهنه این بچه قراره بیاد بیرون. ولی در کمال ناباوری آمارجیت زل زد به چشای پلیسا و گفت اون مرده چون من کشتمش. اولش پلیسا شوکه شدن چون یه بچه قد کوتاه فینگلی بود که امکان نداشت همچین کار عجیبی بتونه انجام بده و گفتن احتمالا این بچه توهم زده، احتمالا تو رویاهاش این چیزا رو تصور کرده و الان داره به خورد پلیس میده. ولی اوضاع از جایی خیلی دارک شد که آمارجیت دست پلیس ها رو گرفت و برد به جایی که کشبو رو دفن کرده بود. پلیس ها وقتی به اونجا میرسن میبینن یه قبر خیلی کم عمق حفر شده بوده و کشبو خیلی ناشیانه تو این قبر به خاک سپرده شده بود و روش هم کاه و علف و هر چیزی که تو دستش اومده بود ریخته بود که یه جورایی روش رو بپوشونه و دقیقاً کشبو رو هم به همون شیوه 2 قتل اول کشته بودتش. اما این توبه میری ها دیگه از اون توبه میری ها نبود. مادر کشبو عضو خانواده سادا نبود و میخواست انتقام جیگرگوشش رو از آمارجیت بگیره. بنابراین پلیس ها خیلی زود آمارجیت رو به اداره پلیس منتقلش میکنن. تو اداره پلیس طبق گفته کادر اونجا آمارجیت خیلی پسر بچه ساکتی بوده و جز مواقعی که ازش سوالی میپرسیدن اصلا حرف نمیزده. فقط میگفته میتونم بیسکویت بخورم، برام بیسکویت میارین و اونو بهش بیسکویت میدادن، اونم با خیال راحت رو صندلی میشسته، پاشو تاب میداده و بیسکویت میخورده. ولی چیزی که عجیب بوده این بوده که این بچه هر وقت که یکی بهش نگاه میکرد یه لبخند خیلی گنده تحویلش میداده. وقتی هم که پلیس ها این سوال رو ازش میپرسیدن که آخه چرا این بلا رو سر بقیه میاری، چیزی نمیگفت و باز هم یه لبخند گنده تحویلشون میداد. اون موقع که میشده سال 2008 تو هند اینجوری بود که بچهای زیر سن قانونی رو نمیبردن زندان و به جاش انتقالشون میدادن به یه سری خونه ها که بهش میگفتن کانون اصلاح و تربیت و اونجا پر بود از روانشناسای مختلف که بسته به جرم و شرایط اون بچه بهش قرص و دارو میدادن و یه جورایی تربیتش میکردن، بازپروری میکردن. آمارجیت هم به یکی از این خونه ها منتقل شد تا سن 18 سالگی. طبق گفته روانشناسای اونجا آمارجیت دچار بیماری سادیسم بوده و از اینکه رنج و عذاب یکی دیگر رو ببینه لذت می‌برده. به خاطر همین بوده که علت قتل‌ها رو نمیتونسته بیان کنه تو اون سن تا اینکه آمارجیت 18 ساله میشه و حکمش هم تموم میشه و میتونسته از اون خونه بیاد بیرون. و ما نمیدونیم که تو سن 18 سالگی آیا آمارجیت کاملا درمان شده بوده یا نه، ولی از اونجا با هویت جدید آزاد میشه و در یک جای دور شروع میکنه به زندگی دوباره. الان که تو سال 2024 احتمالاً آمارجیت الان 26-27 سال است و خدا میدونه که اون بچه الان مشغول به چه کاریه. این بود از پرونده آمارجیت سادا، جوانترین قاتل سریالی جهان. امیدوارم که از این پرونده خوشتون اومده باشه. حتما این ویدیو رو لایک کنید و واسم کامنت بذارید. با این کارتون خیلی بهم انرژی میدین. ممنونم. خدا نگهدار.